سلام، خسته نباشین. سلام. اول از همه بگو پرایم داری یا نه؟ نه پرایم ندارم ولی برو بیرون. برو بیرون، وقت من نگیر. برو بیرون. نگهبان. باشه وای کلی بازی‌ها چیه، خودم میرم. سلام جناب. سلام. پرایم داری؟ بله. بسیار عالی. چه کمکی از دستم برمیاد؟ من یکی از پلیراتونم، راستش میخواستم تو استیم نظر منفی بدم راجع به بازیتون که از ولو برام ایمیل اومد که اول بیام اینجا و اگه راضی نشدم اون موقع رأی منفی تو استیم براتون ثبت کنم. خب خیلی خوش اومدین. چرا نظرتون منفیه؟ اول از همه میشه بگین که چرا CS:GO کلا حذف کردین؟ روک بخوام بهت بگم نمیخواستیم ریسک کنیم که CS:GO پلیر نگیره، برای همین اونو حذف کردیم که پلیر رو برای اینکه بازی کنن مجبور شن پاشن بیان به CS:GO و اینجوری جلوی یک شکست احتمالی رو گرفتیم. خب مثلا چرا CS:GO مگه CS:GO یک چش بود؟ دیوونه ای، پلیراش داشتن روزانه همش میریختن به خاطر چیترهای زیاد و مپای تکراری و سیستم پرایم پولی. خب اینا که با 4 تا آپدیت درست میشه. حالا اینو ولش کن، دلیل بعدی تو بگو. اوکی، چرا مپا رو مثل ولورانت پرنور و اسموت کردین؟ انگار کلا مپا چرب شده. نمیدونم، اسم میکردم مپای تغییر میخوان و از اونجایی که هرچی مپ جدید میساختیم با شکست مواجه میشد و پلیر جذب نمیکرد به خاطر اینکه FPS خیلی پایین بود و مپا اصلا بالانس نبود، تصمیم گرفتیم این تغییرات رو یک جوری به مپای پرطرفدار و پلیر رو جا کنیم. اینا رو اصلا بی خیال. چرا لگد گانا انقدر کم شده؟ چرا مثلا AK انقدر لگدش کم شده؟ چرا شاتگانا انقدر آشغال شدن؟ یا چرا مثلا اسنایپر اسم میکنم نرف شدن؟ ببین من از اسنایپرها متنفرم. چیه یارو میاد دیگه خط میذاره بعد تا میای میزنتت؟ مرد باش، بیا جنگ 1 به 1 تن به تن. خب شاتگان چی؟ شاتگان که جنگ تن به تن اتفاقا حق اشتباه هم نداره، اگه یه دونه تیر میس بده از اون ور 20 تا تیر میخوره پشتش. شاتگان هم اتفاقا نامردی بود. چیه هم میای جنگو شروع میکنی سری با یه دونه تیر میکشتت؟ مرد باش، برای کلی که میخوای بگیری یکم درگیر باش. حالا اینقدر مرد نکن، میدونی که سال 2023 میزنن خودت و گیمتو با هم کنسل میکنن. اوه راست میگی. منظورم اینه که یکم شجاع باش. رتبه بندی رنک ها چرا شده بر اساس مقدار دمیج هر پلیر؟ مگه امتیاز چش بود؟ الان مثلا خواستیم بگیم که من هر قسمت بازی یک دستی زدم، خب مگه چش بودم و امتیاز؟ آها فهمیدم، تو از اونایی که بمب می‌کاشتی میرفتی رنک 1 به خاطر امتیازش، الان ناراحتی که چرا نمیتونی رنک 1 بشی. آره نه خب، ولی این تغییرات بدون توجیه و الکی هم به نظر من. و تا الان که خب ایواد وارد نبود واقعا، دیگه چی داری؟ خب چرا هر مپ رنک جداگانه خودشو داره؟ مگه بعده که بازی رو میخوایم برای کسایی که میرن مپ‌های جدید بالانس کنیم؟ نه خب، ولی مثلا کسی که بازیش خدا باشه و فقط داسته دو بازی کنه، یهو پاشه بیاد تو مپ اینفرنو، توانایی شوتینگش که کم نمیشه، فقط مپو بلد نیست. کسی قبلا بهت گفته چقدر زر میزنی؟ اصلا اونو بیخیال. چرا وقتی یکی ما رو میکشه نمی‌نویسه که ما چقدر اونو دمیج کردیم؟ مثلا می‌خواستیم بازی واقعی گرایانه کنین. خیلی واقعی گرایانه است که من وسط برهوت $5000 پول میدم و از آسمون برام یه دونه اسنایپ میفته پایین، ولی همین اسنایپ رو نمیتونم 2 قدم اونورتر بخرم. خیلی واقعی گرایانه است. اصلا من چرا تا تیر میخورم سر جام خوش میشم؟ با CS:GO یک قابل تحمل تر بود. CS:GO که دیگه سیرکه. یا اصلا این چه مسخره بازیه که فقط یه مقدار گانا میتونی سلکت کنی و با خود ببری تو بازی؟ هر بازی شرایط خاص خودشو داره، هر شرایطی گانی میخواد. فکر کنم اینجوری که خیلی بازی طبیعی و خفن شده ریدی. تموم شد. آره. خب پس تو خیلی CS:GO بازی میکنی درسته؟ آره، من برای همین از این تغییرات ناراحتم. آها، خب کدوم سایت بیشتر بازی میکردی؟ تروریست فرقی میکنه؟ خب تو فکر کن تروری و من سیتی، و از اونجایی که میدونی تایم وارم اپا خیلی کم شده و بازی اصلی داره شروع میشه. یعنی چی؟ من گان ندارم، این نامردیه. آخه تفنگ نداری؟ باید از توی منو گانایی که میخوای با خودت بیاری سلکت میکردی.